باز میگوین که شیناندن چهارمغز هم خوب نیست. بله چهارمغز هست، چهارمغز چنار در درون خانه بدنش خوب نیست، چون که این از روی طب است، البته از روی اسلام نه، شریعت اسلام امر نکرده است. از روی طب اسلام امر میکند که یکی چهارمغز یکی چنار در خانه باشد، اگر او با مثل همین آدم واری اکسیژن نفس میگیره، گاز کربنات خارج میکنه. گاز کربنات ضررآور است، اکسیژن باید ما و شما استفاده کنیم. رنگ آدم اون نفس میکشه، اکسیژن وقتی که اون میکشه فرو میبره و گاز کربن که خارج میکنه، همون گاز کربنش در ما و شما ضرر داره. حتی که آدمایی که اگر کسلای آلرژی میگن، عربی خطی آلرژی و حاضر الرژی میگن، الرژی اگر که داشته باشد در تایم 10 منوت بشینه چهارمغز یا چنار در اقصای بسیار میزنه. این ما برانخیت داریم، برانخیت آدم در ضرر داره و حتی که در تگ هم خواب کردن هم درست نیست. خواب کنه اگر خوابای وزمین میبینه. خب چهارمغز خوب نیست، چهارمغز در میدان در کوب پشته باشه خوبه، در خانه نه. چنار هم این چنین، چنار عادتا سالهای پیش مسلمانای مردم تاجیکستان ما در مزارا میشناندن که عمری دراز میبیند، سبز ذکر میکنند، ثوابش بر روح میت میرسد. در درون خانه و در قد شهر نی، در دوردست در مزار بشناننش که همون گاز کربن خارج میکردگیش در دیگرها ضرر نرسانه. خب دیگر میگویند که همه میگویند بده است چهارمغز بوایه رسد صاحبش وفات میکند. جواب این رو میگفتید. چند نیکی شخصی همین چهارمغز شنوندگی را ما دیدیم خونه هاشون را بوایه رسید نمردن. این گپی بیهوده است، گپی یگان اساس دلیلی نداره.